بریم راهکار پیدا بکنیم، بیایم یه کار مشترکی رو پیش ببریم. همین کاری که همین جمعی که هستیم ببینیم میتونیم مثلا گسترش بدیم، میتونیم با دوستان دیگه هم تماس بگیریم، ببندیم، نذاریم به این راحتی هر غلطی دلش میخواد بکنه. من ممنون هستم. این چیزایی که به عقلم رسید اگرم اشتباه هست مطمئن هستم شما دوستان خوبی هستید، منو راهنمایی میکنید. ممنون. ممنون آرمان، حرفاتون خیلی به جا درست بود به نظر من. حالا بعدا صحبت میکنیم، بذاریم جناب جورج هم نظرشون رو بدن، بعد آقا عزیز. جناب جورج سلام بچه ها، خوب هستین؟ بفرمایید قربان، بفرمایید. من دیدم تیتر اتاقتون همیشه بود 100% در اتاق فدرالیسم. دیدم از دیروز یه خود عوض شده، فکر میکنم خیلی خوبه ما کمی فوکسمون رو ببریم روی رژیم. من یکی دوستان اینجا گفتن که این 7 نفری که به درک واسط شدن تو بلوچستان کار رژیم بوده احتمالا، ولی نه، اطلاعیه‌ای که تو فضای مجازی اومده بیرون از طرف جوانان انقلابی بلوچ این حرکتی بوده، جوابی بوده که در رابطه با اعدام‌های اخیر بوده که رژیم انجام داده و به نظر میاد یه اخطاری هم بهشون دادن این چیزا. بنابراین 7 از این آدمکشای تروریست که اومده بودن اونجا برای دفاع از رژیم، این بالاخره مبارک است به نظر من. هرچی هم اینا به درک واسط بشن خوبه، هیچ بهانه رژیم نمیخواد. اگه شما این منطق رو بخوای استفاده بکنی که منطق رضا پهلوی هم درسته، میگه نیاین بیرون، نمیدونم اعتراض نکنین چون کشته میشی. هیچ کاری نمیشه گرد بخوای این منطق رو استفاده بکنه. اون میخواد بکشه میکشه، این کارم هم کرده، 44 سال داره این کارو میکنه. اگه چند روز پیش مردم دارن میگفتن تو ایران وای به روزی که مسلح شویم، به خاطر اینکه زمینه‌هاش خود رژیم آماده کرده، تمام راه‌ها رو بسته. به هیچ عنوان با انقلاب مدنی و نمیدونم این داستانا که دیرون نفر یکی بود که مثل اکثریتی بود، عمر بود، کی بود، با انقلاب مدنی این رژیم نمیره بیرون، اصلا اجازه نمیده که میلیونی شما جمع بشین. تازه اگرم جمع بشی، حالا میبخشید من به خر نمیخوام توهین کنم، مگه مغز خر خورده که بخواد بیا قدرت به مردم بده؟ همه چی دستش چرا سپاه پاسداران. رضا پهلوی هم که اینجا قشنگ شده نماینده غیر مستقیم سپاه تروریست در خارج کشور، قشنگ میاد توییت میکنه در همگامی و کوآپریت کردن با رژیم. قشنگ دارن با هم دیگه هم میکنن. هدفشون هم جلوگیری از انقلابه که این رژیم سقوط نکنه یا سقوطش رو به عقب بندازن. این هدف اصلیه. این شلوغ بازی رو در میارن. بنابراین من فکر میکنم تا اونجا که برسه، حالا خود مردم تشریح میدن کی میرسه به مبارزه مسلحانه و سازمان‌های سیاسی متشکل، بالاخره زمینه‌هاش داره به اون مسیر داره میره. من همین کوتاه مدت بود، کوتاه بود، خیلی چیز دیگه نداشتم بگم. من فکر میکنم خوبه اتاق و تیتراشو بیشتر یه مقدار در رابطه با رژیم و فوکس رو رژیم بکنیم. من که از در فدرالیسم به اندازه کافی آگاه شدم. من تمام، مرسی. ممنون جناب جورج، ممنون. آقا عزیز هستین؟ آقا عزیز، آقا امیر، آقا عزیز. بله عزیز هستم. بفرمایید قربان، بفرمایید. من البته یه توضیح دارم که بگذارم مگه اینکه تکراریش بکنم، ولی گفتم که بذارم یکم، چون این مسئله خیلی اساسیه، خیلی جدیه که مردم باید اگه از این آگاهی های درون بلوچستان آگاه نباشن که رابطه مردم با حکومت چی بوده و به ویژه مسئله امر قاچاق، اصلا چرا مردم به قاچاق در بلوچستان روی آوردن، چطور شد که قاچاق در بلوچستان آمد، زمینش چی بود. این زمینه‌های تاریخی اقتصادیشو من بیان بکنم، ولی دوست دارم که بذارم روم یکم جمعیت بیشتری داشته باشه، چون تکراری نگفته باشم. بذارید دوستان اگه هستن سخن بگم، ولی مثل کسی روی استیج نیست الان.
علی آقا رو بیاریم ببینیم. ما هرچی دعوت میکنیم دوستان مثل که نمیگیرن. این دوست عزیزمون هیچ وقت سخن نمیگه، آقای ستا نام عزیزشون رستمی، جناب رستمی هیچ وقت بالا نمیاد. ما میفهمیدیم دارای چه افکاری چه راهنمایی هایی میتونیم ازشون بگیریم. جناب رستمی شما مایک ندارین، نت در دستتون نیست هیچ وقت، چجوریه جناب سیده رو امتحانی بکنیم؟ نه خبری نیست. خب میبینید حکومت به هر دری داره میزنه دیگه، ولی این سربازهایی که کشته شدن، میدونید اینا سربازایی نیستن که بر پایه گزینش یک فرماندهی انتخاب شده باشند برای نگهداری از مردهایی که به خطر افتادن. معمولا بهانه مرز پاکستان بلوچستان، مرز دو بلوچستان در واقع، که در کیلومتر بسیار وحشتناک بلند است، بارها میخواستن دیوار کشی بکنن، هزینه‌اش خیلی سنگین بود، نکردن. و خب محل قاچاق هم بوده. البته این چون ضبط میشه، ببینید دوستان مسئله قاچاق در بلوچستان به لحاظ تاریخی جنبه تاریخی، سیاسی، اقتصادی داره. از اونجایی که دولت رضاشاه دولت ضعیفی بود به لحاظ اقتصادی، تازه داشت پا میگرفت و بلوچستان دوردست بود، معمولا کاروانهای دولتی در اون زمان ماشین نبود، جاده هم نبود، چون جاده نبود ماشین هم اگر میداشتن نمیشد. بعد فاصله 2000 کیلومتری رو، اونم با هزینه بنزین و صرف هزینه های روزمره سربازان خیلی سنگین بود. فقط تونسته بودن زاهدان رو در حیطه خودشون داشته باشن که برای یک بار هم مثلا مسلط شده بودن، نیروی زیادی رو پیاده کرده بودن. اما انتقال این نیرو به سایر مناطق پراکنده بلوچستان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی بلوچستان، پراکندگی زیاد دهات و قصبات و قریه های بلوچستان از یکدیگه بود که نمیتونستن مرکزیت های زیادی براش بیافرینن. تازه یک سال پیش از رفتن شاه محمد رضا شاه، یعنی پس از 57 سال، برای نخستین بار طرح شهرک سازی ها درست شده بود که بلوچستان و این قریه ها و آبادی های دوردست کنار رودخانه ها رو بیارن در یک جای جمع کنن، شهرک سازی بکنن. تا اون زمان پراکنده بود و به دلیل همین پراکندگی بود که در سال 1320 تا 1336 اینها نتونستن 3 تا برادر رو به مدت 14 سال دستگیر بکنن. 3 نفر یاغی شدن، دادشاه، احمدشاه و محمدشاه. این 3 برادر که طی یک اختلافی با قلعه خان به کوه زده بودند، اشرار شده بودند. بعد به خاطر اون طرح کشتن مسئول طرح 4 ترومن خانم کارول توسط دادشاه، اونم تصادفی دادشاه برخورده بود که این ماشینی دولتی است و اون زده بودن و خلاصه اون خانم در راه کشته میشه و با همه فشار سیاسی امریکا بر شاه که باید قاتلان سرکار خانم کارول مسئول طرح 4 ترومن در خاورمیانه باید دستگیر بشن، در غیر این صورت شاه رفتنی است. باز هم توسط خود بلوچ ها پس از 14 سال توانستن دادشاه رو توسط قوانین بلوچ بکشن. اون دستگیر شدنی که نبود، اونو نمیتونستن دستگیر بکنن به هیچ روی، فقط با کشتن و کشتن خود اون خانه ها هم تمام شد. یعنی دادشاه به تنهایی نرفت، سردارانی رو که توسط شاه با تهدید اعدام گفته بودن اگر دادشاه رو نگیرید شما رو همه رو اعدام میکنن، آنها هم نتوانستن بدون کشتن خودشون دادشاه رو بکشن. دادشاه اونها رو هم با خودش برد. میخوام بگم که بلوچستان یک چنین محیط پراکنده عقب مانده ای بود
که دستگیری 3 نفر هم براش مشکله و همیشه هم اینجور بود. یعنی تا حتی برچیدن دوره شاه، همونجور که گفتم، ما این جنگ‌های پراکنده فردی انفرادی، چهره‌های انفرادی بلوچ در کینه با دولت مرکزی. در دوره قاجار گفتم که جنگ قلعه ها، جنگ لشکری بود با دولت قاجار. در تمام این 200 سال هیچ وقت آرام نبود. بلوچستان همیشه، قلعه های بلوچستان با دولت قاجار همیشه در جنگ بودن و جنگ لشکری، نه جنگ پراکنده. اما در دوره شاه که رضا شاه مسلط شد بر همه بلوچستان و پس از دوره محمد رضا شاه که به خاطر دستگیری دادشاه ژاندارمری و پاسگاه ها در همه روستاهای بلوچستان رفت، مسلط شد در بلوچستان، آنگاه بود که این جنگ های قلعه ها که قلعه ها شکستن، حکومت های بلوچ تسلیم شدن، سردار بنت در واقع با یک درگیری تسلیم شد، سردار بنت چامپ و آهوران تسلیم شد، سردار سراوان که سردار دوست محمد خان شد که کل حکومت بلوچستان داشت تسلیم شد. پس از تسلیمی همه قلعه های بلوچستان توسط محمد رضا شاه، این کینه نتوانست خاموش بشه. کینه بلوچ ها با دولت مرکزی که نمیپذیرفتن این دولت ها. ولی چون قلعه ها تسلیم شده بودن، این کینه ها همچنان در دل مردم روستاها و مناطق کوهستانی به ویژه که مسلح بودن ادامه داشت و جنگ های پراکنده فردی که من اینها رو در یکی از اشعار خودم همه رو جمع آوری کردم که اگر شد یک روزی من اون بندها رو یکی که با نام اسامی این در واقع شورشگران فردی با مأمورین دولتی بر ضد پاسگاه ها، زدن پاسگاه ها و بردن تفنگ های دولتی تا حکومت محمد، تا پایان حکومت محمد رضا شاه که بزرگترینشون دادشاه بود، نواب و گوهران بود، شاهک بود، عرضم به حضورتون که عید محمد بود و یکی دیگه از اینها نور محمد بود، دیگری محمد بجار بود و دیگری طایفه اسماعیل زهی بود، همین پدر بزرگ جناب از طایفه اسماعیل زهی، جناب عبدالحمید اسماعیل زهی، تا پایان دوره محمد رضا شاه که اونها در واقع هنگامی که دولت خسته شد تقاضای در واقع سازش کرد و اونها هم سازش کردند و اون طایفه به جای اسماعیل زهی شهبخش شد و سپس بعد از انقلاب دوباره اون فامیلشون از اون دهشت زایی برگردوندن و به فامیل خودشون اسماعیل زهی مرکب شدن. به هر روی بلوچستان پس از آن این برج باروهای نظامی که در شهرها در پایه هر قلعه یک پاسگاه گذاشتن، در هر پایه قلعه بلوچستان که محل حکومت این خانه ها و سرداران بود، اینها در واقع یک پاسگاه دولتی برقرار کردند. این پاسگاه های دولتی بعداً تبدیل شد به در واقع محل رشوه‌گیری و سرقفلی. چرا؟ برای اینکه حالا بگیم که چگونه بلوچستان محل قاچاق شد. چرا؟ برای اینکه دولت محمد رضا شاه تصمیم گرفت توسط وزیر امور خارجه‌اش که نهضت پاکستان، بلوچ‌های پاکستان آغاز شده، شاید آتش این نهضت به انقلابی بلوچستان ایران هم بیانجامه. لذا ما باید از دو چیز جلوگیری بکنیم در بلوچستان: یک، آبادی اقتصادی عمران، این باید جلوگیری بشه، و همچنین آموزش. نباید بلوچستان دانشگاه داشته باشه که روشنگری و روشن شدن کارپایه اتصال این دو بلوچستان با هم خواهد شد. خب شما هنگامی که از جلوگیری بکنید از شرکت ها، از کمپانی ها، از کارخانجات، خب این مردم چه کار باید بکنن؟ یک نمونه کوچکشو بگم براتون دوستان عزیز. در کل بلوچستان، در 4-5 شهرستان، از مرکز زاهدان تا پایان انقلاب بهمن، یک دانه، یک عدد، یک شمار مغازه
خاربار فروشی به نام عمده فروشی بلوچ نداشتیم. یک دونه. اگر عمده فروشی بود دست فارس‌های زابلی که در تصادم قرار داده بود دولت شاهنشاهی به خاطر که بهره برداری بکنید از مذهب شیعه و زبان فارسی که بلوچ ها نه شیعه بودن و نه زبان فارسی داشتن، تمامی مدیران کل استان زاهدان رو از فارس های زابلی انتخاب کرد که این موجب آتش خشم بسیاری از بلوچ ها شد و سپس تضاد بزرگ قومی و کینه‌ای دینی و مذهبی و بروکراسی بلوچ ها با زابلی ها شد که یک سنت بزرگ بد ارتجاعی کینه‌توزی قومی بین بلوچ ها و زابلی ها رو شاه دامن زد. در این صورت بلوچ ها نه شرکت ها داشتن، نه کمپانی های اقتصادی داشتن در مرکزی به این بزرگی که بعد از استان خراسان بزرگترین جغرافیای ایران بود، هیچ چیز نداشت. بلوچ ها با چه کار میکردن؟ جوانان بلوچ چه کار میکردن؟ جوانهای بلوچ بیشتر به خاطر نزدیکی هم مذهبی و نزدیکی با دریا از طریق دریای عمان، چابهار، کنارک با موتور لنج ها میرفتن به خلیج فارس، جلو این در پیش این ایوان و کاخهای اشراف عرب خلیج فارس به نوکری و غلامی و خدمتگزاری میپرداختند. دهقانان بلوچ اکثرا زمین های کشاورزی بلوچ بدون گاواهن موندن. چرا؟ چون نیروهای دهقانی ما در تمامی دهات گاوه های شخم خودشون رو فروختن، اینها رو کرایه بچه هاشون کردن که برن خلیج فارس برای کار کردن. یعنی طرف گاو شخمیشو میفروخت که فرزندش کرایه راه گیر بیاره بتونه بره به خلیج فارس کارگری بکنه. خب در چنین وضعیتی اگر کسی از بلوچ ها اشرافی، مالداری، گله‌داری چیزی داشت، بر اثر این رفت آمد بلوچ های خلیج فارس متوجه شدن که میشه اجناسی رو از خلیج فارس آورد و در ایران شهرهای مرکزی نزد پولداران فارس زبان بفروشن. اینها هم رفتن گاو و گله و گوسفند و شتر خودشون رو فروختن، گذاشتن در پای قاچاق. بسیاری طلاهای زنشون، جهیزیه زنشون، همه چیزشون رو گذاشتن پای این قاچاق. حالا راه قاچاق که باز شد به خاطر بیکاری مردم بلوچ، عجب درآمدی برای افسران و سرگروهبانهای پاسگاه ها شد. این کاروانهای بزرگ قاچاق بلوچستان محلی شد برای سرقفلی گرفتن هر پاسگاه و قرار گرفتن هر گروهبان در این مرزها. هیچ فرمانده هنگی به عنوان فرمانده هنگ زاهدان بدون سرقفلی های 1 میلیونی 2 میلیونی نبود که منتقل بشه به زاهدان. همه فرماندهان هنگ، سرتیپ ها، سرهنگ ها، تیمسارها وقتی که میمدن به بلوچستان و تقاضا میکردن برای بلوچستان، مسابقه میذاشتن کی بیشتر میپردازه به رئیس کل ستاد ارتش یا ژاندارمری که بلوچستان فرمانده هنگ بشه، که از هر قاچاق بلوچستان که میگذشت اینها میلیون ها پول به دست میوردن. این میلیون ها پول رو فرمانده هنگ تقسیم میکرد به پاسگاه شماره 1 2 3. از پاسگاه دورترین شروع میشد این پرداخت تا پاسگاه نزدیکتر شهر که پول بیشتری باید میپرداخت چون به شهر نزدیک میشد. اون وقت تضادی بین فرمانده گروهان ها و فرمانده هنگ پیش می آمد. یا افشا میشد یک سرهنگ یا یک سرگروهبان یا یک گروهبان از دست میرفت، افشا میشد. اون وقت پای رشوه بود. چگونه؟ که فرمانده گروهان به پاسگاه میگفت که شما به مردم پیمان ببندید، قول بدید به رئیس قاچاق که بار شما مورد یورش نظامیان قرار نخواهد گرفت، اما هنگامی که به پاسگاه رسیدن شما با اونها درگیر بشید و اموالشون رو بگیرید. در این درگیری ها گاهن فرزندان، برادران، پسرعموهای رؤسای قاچاق کشته می شدن. یعنی هم رشوه داده بودن برای اینکه از پاسگاه بگذرن و اونها رو مورد یورش قرار ندن و هم افرادشون کشته می شد.
این جریان پاسگاه بود. در همین زمانم که خمینی اومد، همین روال پاسگاه های مرزی مورد خرید و فروش و در واقع بازاریابی فرماندهان نظامی، گاهن استاندارها و نیروهای انتظامی قرار می گرفت. همکنون هم دچار سرخوفلی هستند. سربازانی که دوستان عزیز هم میهنان من، سربازانی که در این مناطق مرزی کار گماشته میشن بر اثر انتخاب ملی میهنی وجدانی بخش ارتش از سربازان نیست که روانه بکنن از مرزها ایمانداران وطن دوستانی به خاطر وطن دوستی، بلکه سربازان مناطق مختلف داوطلب میشن که به این پاسگاه ها بیاد تا جیباشون رو پر بکنن در معامله با قاچاق فروشان. لذا سربازانی که کشته شدن عزیزانی نیستند به فرماندهی میهن دوست، میهن پرست، به خاطر میهن اونها رو انتخاب کرده باشه به خاطر رشادت، دلیری و میهن پرستی. نه، اینا داوطلبان رشوه‌گیر قاچاقن که کشته شدن. اینها رو اونجوری ندونید که ای وای میهن پرستان فرزندان غیور جوان رشید جوان ما کشته شدن. نه خیر، اینا رشوه دادن برای این پاسگاه که بیان با قاچاق فروش معامله بکنن. حالا امکان درگیری بین قاچاق فروشان و اختلاف رئیس پاسگاه با یک سرباز میتونه باشه که دچار درگیری شده باشن، یا اینکه خود رژیم همچون توطئه‌ای رو پس از سخنان آخرین جمعه جناب عبدالحمید اسماعیل زئی که هشدار داده همچون توطئه‌ای کرده باشه برای سرکوبی بعدی که نمیدونیم کی اتفاق خواهد افتاد، چگونه اینو در واقع بهانه بکنه برای اعدامه های دیگری که هفته های آینده در نظر داره که خشمی رو از مردم برافروزه که اینها هم میهنانش ما رو کشتن، به این خاطر هست که ما داریم اعدام میکنیم و انتقام میگیریم. یعنی چندین بهانه جویی رو در پی این حادثه حاکمیت ملایان بهره برداری میکنه. مردم عزیز همیهنان من، ملایان آگاه ترین و بیدین ترین انسان های کره زمینن. اینها دقیقا میدانند نه در کسی به بهشت رفته است، نه از بهشت کسی آمده است. اینجا خیام و این بیت خیام و 100% اونها بهتر از همه مردم میدانند و باورمند به اینن که کسی به بهشت نرفته است و نه از دوزخ کسی آمده است. اینو میدونن. اینها بیدین ترین انسان های کره زمینن. اینا رندان واقعی عوام فریبی مردم بدبختی بودند که تا حالا حکومت کردند. اما فرزندان ما در این سالها پس از بهمن دیگر کلاه بیسوادی بر سر ندارند، کمتر از دیپلم نداریم و به علاوه که دانشگاه 200 گرمی این موبایل های جهانی که هر کتابخانه های همه جهان رو با یک انگشت میتوانند مطالعه بکنن و اخبار همه جهان رو در اسرع وقت به دست آوردن، دیگر کلاه ملایان دون بر سرشون نخواهد رفت. سپاسگزارم. مرسی. نمیدونم صدای من پخش شده یا نه، یا دوستان در خواب و ما در بیداری. دوستان صدا هست؟ کاملا پخش. اوکی. یکیتون یه آهی اوهی یک نه صدا هست. نه خیلی هم صاف بود اتفاقا. خیلی هم عالی، آموزنده. درود. بله، این هم زمینه و جریان به وجود آمدن قاچاق در بلوچستان به لحاظ تاریخی و اهدافش. البته استاد بزرگوار یه قسمت دیگه بود که وقتی که این دولت در ایران بعد از کودتای رضاخان و سید ضیا اتفاق افتاد با همکاری پدر ایدئولوژیکیشون در اون زمان انگلیس به خاطر منافع خودش، این مسئله در فقر مضاف نگه داشتن اقتصادی هم در تمام مناطق مختلف، هم در بلوچستان، هم در اهواز، یعنی و هم در کردستان و خیلی جای دیگه که
خاص سیستماتیک دولت مرکزگرا هم بود که مردم رو یکی از ویژگی‌های ساختار استثمار و استعمار و آپارتاید اینه که وقتی ملتی رو میخوای از پا در بیاری، از سوی باید سعی بشه که تاریخ و زبان و هویتش رو تدریجاً از بین بری. در بعضی جاها مثلا این شکل اوریان داره، مثل ترکیه، میگه ترکیه دیگه تعارفی ما کسی نداریم. ایران در خفا این کار رو کردن که چون توانایی نیروی سرکوب یک بار با همه ملیت ها درگیر بشن نداشتن، اینو آمدن در خفا، یعنی اسم نام مستعاری انتخاب کردن برای در واقع تحکیم و اصطلاح یک ذهنیت و یک زبان و یک ملت خاصی، و در کنارشان باید لرستان، کردستان، بلوچستان، مناطق عرب اهواز و اینو همه در فقر مضاعف قرار می گرفتن و این فقر مضاعف اقتصادی رو نبردن تو داخل آذربایجان، ترک آذربایجان و شمال ایران به خاطر اینکه خب به هر حال لحاظ جغرافیایی یک حالت خاصی داشت و کشاورزی بالا و باعث میشد که دیگه نمیشه این سیاست رو اونجا پیاده کرد. و در آذربایجان هم به خاطر اون همسویی ایدئولوژیکی تقریبا میشه گفت مردم ترک آذربایجان تقریبا بیش از 90% 95% شیعه بودن. این میخواست هم از فاکتور شیعه بودن و هم از لحاظ اقتصادی هم در فقر مضاعف مثل جاهای دیگه قرار نگیرن که اونها باعث بیداریشون بشه و در صدد اتحاد با سایر قربانیان ساختار آپارتاید ملی مرکزیگرا متحد بشن. اینم یه بخش سیاست در واقع نوع ساختارهای استعماری که با یک ایدئولوژی در واقع نابود کننده دیگه ارتفاعات فرهنگی، فقر اقتصادی رو در راستای کار خودشون در کنار سرکوب فیزیکی و در کنار سرکوب فرهنگی در واقع در فقر قرار دادن ملیت های تحت سلطه اشغالی خودشون رو اینو همیشه سیستماتیک پیش بردن. یعنی وقتی نگاه میکنیم که در تمام تاریخ 152 سال گذشته و تمام کشورهای استعماری در خاورمیانه در دوران عثمانی‌ها یا در آفریقا یا کشورهای آمریکای لاتین یا آسیای دوردست نگاه می‌کنیم، همیشه اون استعمارگر بخصوص که عمدتاً از بیرون آمده و گاهی هم از داخل بوده، همیشه در فقر نگه داشتن مردم بخشی از نیاز ایدئولوژیکیش و کارزارش بوده که با این نیت که اگر مردم در وضعیت اقتصادی خیلی فلاکتباری قرار بگیرن، دیگه امکان تحصیل و امکان اینکه به فکر آزادی و رهایی و مبارزه برای طلب حقوقشون بیفتن کمتر میشه، تضعیف میشه. و اینم انگلیسی ها اینو به رضا شاه و سید زیا یاد دادن و اونم بعدها به خمینی و در دستش انتقال دادن. یعنی این داستان فقر این بودش هم باید در نظر بگیریم. سپاسگزارم. بله دقیقا درسته. من فکر میکنم که ما در خارج از کشور اکنون باید سازماندهی بکنیم، یک هفته رو در همه اروپا و در همه خارج از کشور به عنوان هفته جمعه زاهدان برقرار بکنیم. یعنی یک تظاهرات عمومی خارج از کشور برای حمایت جمعه زاهدان به راه اندازیم، فقط به خاطر به نام جمعه زاهدان، حمایت از جمعه های زاهدان. به نظر من یک راه اندازی، یک تظاهرات وسیع برلینی برای این سخن، برای این مسئله کمک بسیار بزرگی به انقلاب خواهد کرد. خیزش در خارج از کشور در دفاع از جمعه های زاهدان، این به نظر من حق مردم بلوچستانی که خارج از کشور این حق رو ادا بکنه. من از همین هفته اینو همینجوری به مدت یک هفته میذارم برای تبلیغ که یک سازماندهی اینجوری بشه. آرمان جان در این زمینه چی میگی؟ اگر یه همچین چیزی، یه همچین کاری در خارج از کشور سازماندهی بفرمایید.
نیک جان نظر شما؟ یعنی منظورتون اینه که یک جای برنامه حالت اکسیونی یا تظاهراتی باشه، یا فقط همین تو کلاب هاوس منظورتون؟ من متوجه نشدم دقیقاً. نه، یه تظاهرات سراسری اروپا بله، ولی این زنده. مسئله کجا؟ آره، یه جایی باشه اگر هم تظاهرات میذارن که این چیزه، یعنی در واقع کاربردی داشته باشه. مثلا آیا این جلو پارلمان اروپا است، کمیسیون اروپا است، یا یه جای دیگه، جایی که در واقع ارگانهای سیاسی هستن؟ چون همه کشورهای اروپا مثلا خب نمیشه رفت جلو کنسولیاری یا سفارت تک تک از این کشورها که با رژیم رابطه دیپلماتیک و اقتصادی خوبی دارن، چون اون بخش نیروه. ولی ما همه میدونیم که الان رژیم با استفاده کردن از وضعیتی که در اوکراین هست چیکار میکنه؟ دو پهلو عمل میکنه. هم با پوتین مثل همون اردوغان، هم تو دستا میخوره هم تو توبره. رژیم آخوندی ایران هم خیلی در اپورتونیست بودن و ریاکاری که یه طولانی داره. مثلا همون قطعاتی، برای مثال یک نمونی بگم، همون قطعاتی که برای اون هواپیماهای بی سرنشین که هم ترکیه و هم ایران تولید میکنن، اینا از خودشون، قطعات از خودشون نیست، فقط اینا مونتاژ میکنن. همین درون هایی که دارن، درون هایی که مثلا حتی استفاده نظامی هم داره، چون ترکیه تولید میکنه، هم ترکیه تولید میکنه و هم رژیم خار اسلامی، خاطر نیروی کار ارزان و با استفاده بردن از قطعات. مثلا بخش عمده از اون قطعات درون ها کجا میره؟ از ایتالیا. ایتالیا در این زمینه لازم نظامی کلی اسلحه های مختلف تولید میکنه، هلیکوپتر و تانک و نمیدونم درون و نمیدونم چه. بعد اینا تونستن با فروختن یه سری مواد اولیه طبیعی ارزون به اونا، از اونا این قطعات رو بخرن و وارد ایران یا ترکیهش کنن. بعد اینی بری اعتراض کنی در مقابل پارلمان کشورها، به نظر من هم نیرو پخش میشه و هم جوابگو نیست. ولی اون ارگان اروپا مثلا اونا بتونی یا درخواست کنی از طریق یک دلگاسیونی بره اونجا و بگی وضعیت رو به جای کشوندی، در واقع شما در واقع گرین کارت دادی، کارت سبز دادی به جمهوری اسلامی برای قتلام ملت بلوچ و سایر ملت ها، یا یک اکسیونی باشه اونم مثلا یک روزی خود اروپا اونجا باشن. مثلا بعضی وقتا، خیلی وقتا من دیدم بچه ها هستن، بچه های چپ، بچه های ما، بچه های کرد، بچه های دیگه، بچه های عرب و اهواز، تظاهرات گذاشتن روز شنبه یا یک شنبه که اونجا اصلا کسی نیست. خب بهتر اینه مثلا یه جای تظاهراتی بذاری ولی 200-300 نفرم باشه، ولی تو کمیسیون اروپا یا پارلمان اروپا روز عادی کاره، تا اینکه مثلا خب سخت، درسته روزایی که وسط هفته است یا آخر هفته است، خیلی از آدمام کار میکنن، نمیتونن با آسونی اجازه بگیرن. ولی اونورم بریم مثلا تو جلو ساختمان های کمیسیون اروپا یا پارلمان اروپا مثلا شعار بدی برای دیوارها فقط بشنون، این که راندمانی هم نداره. بهترین کار اول اینه، هم در مقابل اینکه مثلا یک توماری نوشته بشه، یک نامه بازی برای اعضای کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و اینا، و در کنارش یه تظاهراتی هم باشه به عنوان مکمل. این میتونه بهترین کار باشه تا اینکه مثلا در 10 نقطه 20 نقطه پراکنده پخش بشن. چون در واقع این مسئله کشورهای اروپایی و مسئله کمیسیون و پارلمان اروپا حالت در واقع ساختمان دو طبقه ایه. یکی طبقه پایین هر کس کار خودش رو تو نقش خودش انجام میده، ولی تو بخش سیاستش هم در بالا از طریق کمیسیون و پارلمان اروپا تاثیرپذیره. یعنی مثلا ما ببینیم خود همین جریانات، بگم، نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، سلطنت طلبها و خود رژیم هم با وعده های زیادی که به رژیم ها اسلامی داده که بله شما که الان اروپا تو وضعیت اقتصادی خوبی نیست به خاطر اون شراکتتون در جنگ اوکراین که باز شده در 15 ماه اخیر، یعنی کمی بیشتر از یک سال، حد میانگین تورمتون 20 تا 22% بالا بره. خب ما امکانات خوبی داریم، گاز ارزون، نفت ارزون،
مس ارزون، آلومینیوم ارزون، بعد و خیلی چیزایی که نیاز داریم، وسایل دارویی، بخشی از وسایل خوراکی، بخشی از امکاناتی که ما میتونیم برای ماشینامون، برای همون ساختن درونهای جنگی و غیر جنگی از تون بخریم، قطعاتش رو بخریم و منتاجش کنیم، بیایم به داد و ستد با هم بپردازیم. یعنی این کشورهای اروپایی اکثر جریانات راست و راست میانه معیار اخلاقی ندارن، به خاطر همین اینا میگن ما طرفدار ریال پلیتیک هستیم، یعنی پلیتیک واقعیت های سیاسی. اینه که ریال پلیتیک هم از هیچ گونه پیوند اخلاقی درش نیست، تنها راهنمای ریال پلیتیک سودیه که میتونه به دست بیاره ولو از قبل هر گونه ساختار فاشیستی باشه، قاتل ترینش. یعنی اینه که اینا در واقع در اون ارتباطاتی بعضی کشورهای اروپایی با رژیم هار اسلامی دارن، رژیم داعشی، بخصوص بریتانیا و ایتالیا و آلمان و هلند و حتی خود بلژیکی که من میشینم الان میخوان همین روزا دنبال اینه چطور یا شکی اون دیپلمات تروریستی که 20 سال محکومیت داشت، اینو در ازای آزادی اون فردی که عضو امنیستی انترنشنال و بین الملل بود که تو ایران گرفتنش، که اونم نباید میرفت. خود امنیستی، من خودم بارها مترجمشون گفتم کسی رو نفرستی ایران وگرنه به عنوان کارت شانتاژ ازتون میگیرنش، دیگه در ازای چیز بزرگتری میخوایم. آره، اونم خودش رفتنش هم جای سوال بود و الان بیچاره اونجا زندانی، کاری نداریم، آرزوی سلامتی و آزادی براش داریم. ولی خود اینا رژیم میخواد در ازای آزادی اون فرد عضو عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال 3 تا زندانی که داره آزاد کنه. و پشتوانه این 3 تا مثلا اینه، الان مثلا اگر خبر داشته باشی حداقل اینجا اینطوره، قیمت گاز نسبت به 1 سال پیش 86% افت کرده. باور کن این چیزی نیست که من خودم دفتر بگیرم دست رو با قلم و یه رسیدنی، این چیزی اعلام کردن رسمی، این چیز رسمیه. یعنی الان گاز نسبت به اون 2-3 ماه اول جنگی که شروع شد تو اوکراین که گازی ها رفت تا چیزی در حدود 310 تا 320 اورو در متر مکعب، الان تبدیل شده رسیده به 30 اورو، یعنی 90% آمده پایین. بعد وقتی آدم قشنگ این ور اونور میپرسه تحقیق کنه، میبینی که بخش از این گاز رو از قطر میاد، بخشش هم از جمهوری اسلامی میاد، بخشش هم از آذربایجان میاد. یعنی رابطه های خوب این با اون خانواده مافیایی الیوف و با خانواده مافیایی فاشیستی جمهوری اسلامی و با قطر و اینا، یعنی اینا تونستن مثلا بازارهای مختلفی رو با قراردادهای کلان شرکت‌های نیمه دولتی و خصوصی چندین کشور اروپایی ببندن. و یکی از دلایل سکوتشون در مقابل همین کشتارها، مثلا میبینیم تو این دوران 1 ماه 1 ماه و نیم که در ایران بیش از 125 نفر اعدام شده و الان خیلی کسای دیگه هم هستن دستگیر در انتظار اعدام. و همین جامعه اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا و پارلمان اروپا، من خودم هم بارها دیگه شما روز برنامه‌شون رو تعقیب میکنم چیزی باشه، ولی اکثر عمل نسبت به سرکوب ها، حتی بارها مثلا بچه ها رفتن تظاهرات، چه بچه های ما، بچه های کرد، چه بچه های چپ، چه بچه های مجاهدین، همه به خاطر افشاگری. ولی تو میدیا و تو کمیسیون و تو برنامه دیگه هیچ خبری نیست. حتی خود ما تونستیم با کلی زحمت برای 6 ماه آینده در پارلمان اروپا به خاطر همین وضعیت کردستان و اعدام هایی که هستش تو پارلمان اروپا هستشون، خواستیم در یک سالن‌های اروپا برنامه‌ای داریم. حالا ببینیم اون موقع چند نفر شرکت خواهند کرد. بنا به تجربه‌ای که من دارم خودم تو این 20-25 سال هر از گاهی رفتم تو برنامه‌های پارلمان اروپا، چه در رابطه با مسئله اقلیت‌های ملی و چه در رابطه با حقوق بشر و برنامه‌های دیگه شرکت کردم.
این بار من خوشبخت نیستم که تعداد زیادی از خود نماینده های پارلمان اروپا تشریف بیارن. چند نفر میفرستن، اونم به خاطر نگر که کلا چشم بستیم. یعنی الان در مرحله امروز که اروپا بخشی از مردمش وارد طبق استاندارد زندگی اینجا مثلا تو خط زیر خط فقرن یا نزدیک به خط فقرن، اینها یه مقداری وضعیت زندگیشون بهبود ببخشن، براشون مهم نیست ملیت های تحت ستم چند درصدشون تو فقر باشن یا چند جان در روز اعدام میشه. یعنی یک نوع همراهی تاکتیکی رهبران سیاسی اروپا، چون امروز رهبران سیاسی اروپا اکثرا آدمای مرتجع و بیروکراتی بیش نیستن، از جمله همون اورسولا واندرلیندن که مسئول کمیسیون اروپا است که گندش در آمده، الان خفه کردن که ایشون شوهرش نفر دوم فایزر شرکت تولیدی داروی آمریکایی آلمانیه. زمان ایشون کلی از مکالمات SMS و حتی یه سری مکالمات خود ایمیلش هم حذف کرده. چرا؟ گویا ایشون شرکت شوهرش رو چنان برنامه ریزی کرده بود که بیشتر داروهای فایزر، واکسن های فایزر به فروش برسه تا واکسن های دیگه. به یک سری مسائل دیگه هستش و الانم با قربانی کردن 10-15 نفر که در فساد بودن، از جمله معاون نمایندگی اروپا خانمی یونانی هست، الان میخواد اون مسئله فساد مالی هم که در خود کمیسیون پارلمان اروپا هست اونم یه خورده پنهان کنن، چون که سال آینده انتخابات پارلمان اروپا است و انتخابات محلی خیلی کشورها، و از اون برم به خاطر این فقر اقتصادی هم که الان خودشون عاملش هستن این رهبران سیاسی، از جمله رئیس پارلمان اروپا که بلژیکی به اسم شارل میشل و همین واندرلیند، اینا یک نوع مافیای نیمه سیاسی و نیمه اقتصادی در هم عجین شدن و رابطه خیلی خیلی تنگاتنگی هم با خانواده‌های تمام دیکتاتورهای جهان سوم، من جمله به خصوص دیکتاتورهای جمهوری اسلامی و آذربایجان و ترکیه و خیلی کشورهای دیگه دارن، اینه که سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه با چاپیدن مواد اول طبیعی جهان سوم، بخصوص خود همه شما بهتر از من میدونید بزرگواران که این لولوی هار به اسم جمهوری اسلامی یا حاکمیت داعشی حکم بر ایران در این 44 سال حیات ضد بشریش بر ما بیشترین سود اقتصادی رو به بازار آزاد نئولیبرال واریز کرده و هنوزم ادامه میده و اینا هیچ دوستش خیلی هم دوست دارن که این نوع رژیم‌ها یه چند سال دیگه هم حداقل چند سال دیگه عمرشون طولانی بشه. در واقع جهان نئولیبرال امروز بخوایم نخواهیم متحدین بالفعل دیکتاتورها هستن، به خاطر همینه که مسئله حقوق بشر رو به حد یک تعارف گذرای بیان و هیچ گونه عملی پشتش نیست رسوندن، به حداقل رسوندن. خود ما هم هیچ وقت آدمای ساده‌ای نبودیم، نگفتیم که بعد شما در به دکان‌های اقتصادشون ببندی، ولی بارها خود من، دوستان دیگه، رفقای ما بهش گفتم بابا همه چیز رو قربانی اون نگاه و نگرش که بهش میگن مرکانتیلیزم یه جمله اسپانیایی، یعنی به معنای سودجویی در بازار. آره، همه چیز رو قربانی سودجویی در بازار اقتصادی نکنی. همون چیزهایی که خودتون دورانی پدرانتون مبارزه کردن براش، دموکراسی، مدنیت، حقوق بشر، اینا دیگه تبدیل به یک شعار نشه. حداقل همه چیز رو فدای بگم همه چیز رو در پیشگاه تقدیس پول قربانی نکنی. ولی متاسفانه عمدتاً الان در این 20 ساله اخیر تو کاری شده که اکثر آدمایی که در کشورهای خودشون ناتوانی سیاستشون نشون میده، اینا میفرستن تو پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، در اونجا تبدیل شده یه مرکز فساد. متوجهی؟ و
من خودم دوستانی دارم که قبلا در اونجا کار میکردن در کابینه های مختلف، الان بازنشسته هستن، که میگن واقعا یک کمترین آدمی هست در اونجا در کمیسیون پارلمان اروپا کار میکنه به نیت پیشرفت مدنیت، آزادی و دموکراسی. همه اونجا هستن که بتونن با حقوق گزافی بگیرن و بارا برن و همه خیلی هاشون هم راحت میرن دنبال اینجا تو بند و بست هایی که اگر امکانشان باشه در خبر دیکتاتورهای جهان سوم با وعده هایی که میدن بهشون که بله مشکلی نیست، ما 90% کشورهایی که در واقع بهشت حفاظت از سرمایه های دزدیده شده در کشورهای ما قرار داره، از کانادا و از لندن و استرالیا، کانادا و آمریکا بگید تا بلژیک و لوکزامبورگ و لیختنشتین و سوئیس و آندور و نمیدونم سماغان و نمیدونم همه اینا جاهایی هستن که شما بدون دغدغه میتونی سرمایه های بیغما رفته مردمان خودتون راحت بیاری بذاری اینجا. بچه‌هاتون هم ملیت بشنن، دوبل ملیت از ما میگیرن و راحت هم هستی. طور که مثلا حد میانگین نفرات درجه یک رژیم که بچه‌هاشون دارای ملیت کانادایی، آمریکایی، استرالیایی، انگلیسی و سایر کشورهای اروپایی هستن به چند صد نفر نه به چندین هزار نفر میرسه. خب این خودش نشان دهنده چیه؟ کافیه یک فاشیستی که هیتلر باشی ولی پول زیادی هم داشته باشی برات فرش سرخ میندازن. یعنی منظورم اینه که به این مسئله باید دقت کنیم. متاسفانه من نمیخوام کسی ناامید بشه. هیچ وقت آدمای مترقی و انقلابی و طرفداران آزادی در هیچ شرایطی ناامید نیستن، ولی میخوام بگم این توی وضعیت خیلی حساسی زندگی میکنیم که در واقع توی دنیای زندگی میکنیم که کاکیستوکراتا، یعنی کاکیستوکراسی جمله یونانی به اسم حکومت رازل اوباش، آره اینا کاری کردن که دیکتاتورها الان ماه عسل براشون و به خاطر همین هم رژیم هار جمهوری اسلامی وقتی که میبینه از اون بر یک نماینده تو خارج کشور داره به اسم رضا پهلوی، بعد خودش هم پول زیادی، سرمایه های زیادی، تمام یعنی گاز و نفت و مس و نقره و آلومینیوم و پستا و همه اینا را به ارزان قیمت های مناسب اینا میفروشه و دنیای آزاد هم اول میگن پول، یعنی تقریبا براشون تقریبا همه چی شده پول و پول و پول. این باشجامه ضد بشریشون هم اونا هم اینو درک کردن که بله ما اگر شیر بدیم اونا دیگه کاری با ما ندارن. اینجاست که مثلا باید حساب شده برنامه‌ریزی بشه که بتونه این مسئله راندمان داره. من به نظرم اگه اینو به عنوان چندین بار تکراری مثلا در یک جمع‌آوری یک تومار امضا با تمام جریانات و احزابشون خواسته بشن در یک فراخوان سراسری چندین بار مثلا در سراسر اروپا و تا اونجایی که هر جای دیگه ممکنه یک از طریق پتیشن همون تومار کردن امضا، دو یک برنامه دقیق ولی نه عجله برنامه ریخته بشه که مثلا اونا نخوره تو تابستان که اکثرا 80%شون تو تعطیلاتن و دارن تو زیر آفتاب گرم لم زدن و این در یه فرصت مناسبی برنامه ریخته بشه. چرا نه یه تظاهرات هم جلو پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا راه انداخته بشه ولو 500 نفر هم باشه، میتونه در کنار اون پتیسیون در نامه‌هایی که نوشته میشه شاید بتونه کارا باشه. وگرنه اگر بریم تظاهرات های 10 نفری و 20 نفری و جلو کنسولگری و مسائل مختلف کشورهای مختلف بعید جاگو باشه، چون خود رابطه سیاسی اروپا بخشیشو تک به تک کشورها اینو دادن به اون ظرفی که هست به اسم کمیسیون و پارلمان اروپا است. اونا هدایت میکنن چه نوع ارتباطی با کشورهای جهان سوم من جمله دوستان دیکتاتور داشته باشن. دوستان دیکتاتور خودشون منظورمه. بله سر دادم آقای دادیار، باید ببخشید این نظر منو. نه اتفاقا خیلی جالب بود، خیلی مبسوط بود و قشنگ شد که در لابلای سخنان شما چیزی هم گیر من اومد. خب
من جنبه سمبولیک بودن اون رو بیشتر در نظر داشتم. در نظر من که تظاهراتی در پایتخت‌های همه کشورها، در استکهلم، در پایتخت ایتالیا، در لندن، در پایتخت نمیدونم امریکا، در پایتخت جرمنی، در پایتخت فرانسه همزمان در یک روز که اونم روز جمعه باشه، چون تابستون ها روزا الان بلند، خورشید بالا، از ساعت 6 که ساعت تعطیلی کارهای اداری هم هست، ساعت 5 تقریبا توی اروپا، همه جای اروپا 4 و 5، ساعت 6 همزمان در یک ساعت. خب در امریکا فقط مختلفه، ولی در همه اروپا، سر تا سر اروپا، اونها که روز جمعه امریکا و کانادا ممکنه فرق بکنه ساعتش، ولی برای اروپای مرکزی در یک ساعت، مثلا ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه. اونم سازماندهی. من بیشتر نظر من این بود که خبر این تظاهرات و فیلمش برای مردم بلوچستان برسه که موجب مایه هیزم ریزی بیشتر روز جمعه کوره انقلاب زاهدان باشه. یعنی این فیلم در سراسر اروپا و تظاهرات گسترده، مثلا 5000 نفر حداقل استکهلم، 5000 نفر ایتالیا، 5000 نفر لندن، کمتر نباشه، رقم 5000 باشه، تظاهرات وسیع و فقط یک تابلو وجود داره، فقط یک شعار: حمایت جمعه های انقلاب بلوچستان ایران در زاهدان. همین، فقط همین یکی، حمایت جمعه های زاهدان در انقلاب، برای انقلاب، حمایت جمعه های بلوچستان برای انقلاب. همین و همین، فقط شعارها هم همین: بلوچستان حمایتت میکنیم، همین، فقط همین. ولی این فیلم هنگامی که میره برای مردم بلوچ، میره برای مسجد مکی، میرسه به دست جناب عبدالحمید، اونها دلگرم میشن که ادامه این انقلاب رو میآورد، پس ادامه بدیم. اما آنچه را که شما طرح کردی اون دیگه خیلی گسترده تر و ژرف‌تر شد که در اینجایی که شما تشریح کردید ذهن من رفت تو این که سازمانگران دیسیپلینی چنین تظاهراتی با تومار، اگر با تومار همراه باشد، اینو برای نخستین بار چند حزب عدالتخواه جمهوریخواه کشور انجام بدن. یعنی این تظاهرات رو با دیسیپلینی خاص ویژه، با فراخوانی خاص ویژه از نیروهای سیاسی ایران عموما، مثلا حزب توده ایران، سازمان مجاهدین، فدایان خلق، حزب دموکرات کردستان، حزب کمونی کردستان، شورای مدیریت گذار، عرضم به حضورت که کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان، میدونی یک همچون بیانیه‌ای برای تظاهرات روز فلان جمعه، حالا معلومش بکنم فلان جمعه، با این شعار و طی یک نامه‌ای توسط این احزاب مشترکاً، نه جدا جدا، همینجور با همین عناوین: حزب توده ایران، سازمان مجاهدین، فدایان خلق، حزب چپ ایران، شورای همکاری کردستان، به علاوه حزب دموکرات کردستان که باید نامش باشه، شورای همکاری ممکنه زیاد ندونه، حزب دموکرات باید باشه، حزب دموکرات و شورای همکاری کردستان، شورای مدیریت گذار، کنگره ملیت‌های ایران فدرال، کنگره شورای ملی دموکراسی خواهان و به این صورت امضا بشه و به همه پارلمان‌ها و رؤسای کشورهای اروپایی صادر بشه که ما در روز جمعه در تمام کشورها، در تمام پایتخت‌ها چنین تظاهراتی داریم. از دولت‌ها امید داریم که باید حمایت بکنن و نخستین تقاضامون هم برچیدن اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن اعدام ها، فقط همین. علیرضا هستی؟ نقطه جناب دادیار، یک لحظه من ببینم علیرضا اگه نباشه تلفن کنم بیاد که اینو امشب در روم مورد بررسی قرار بدیم و برای یک هفته این تقاضا رو بذاریم، همیشه مرتب بگیم که اگر تعداد کمی هم میان اینو بریم در روم ها اعلام بکنیم، هم من هم شما هم علیرضا. بذار من یه زنگی به علیرضا بزنم، شما سخن بگو من میشنوم. بله. یه نکته
میتونه حالت عمومی داشته، همه نه تنها مبارزین بلوچ، تمام ملیت ها و تمام جنات مترقی و انقلابی دیگه همه با هم. چون مثلا برای نمونه اگه میخوای تظاهراتی بذاری، متاسفانه در بلژیک جریانات بلوچستان خیلی محدودن، یه 2-3 نفر بیشتر نیستن، یعنی چند نفر دیگه مثلا آدمایان پاسیف کار نمیکنن. ولی مثلا در اینجا کمیته حزب دموکرات نفرات خوبی برخورداره، بچهای چند نفر بچهای کومل هستن، بچهای چپ هستن، بچهای مجاهدین هستن. به تنهایی مثلا برای مثلا اون وقت تظاهرات هم تو 3-4 تا نقطه داشته باشه، مثلا در تورنتو، در یکی کشورهای آمریکا، در بروکسل، در لندن و در سوئد یا نروژ و یا آلمان، تو 5-6 تا نقطه باشه، نه اینکه زیادن پراکنده باشه. مثلا نفراتی بیان از هلند، و چون هلند بلژیک نزدیک همن، از هلند و از فرانسه و از لوکزامبورگ و بخشی از آلمان، اینا بیان مثلا بروکسل جلو کمیسیون اروپا یا پارلمان اروپا دیگه، بنا به انتخاب که تعداد نفراتی اونجا باشه. حالا اگه به نتونه به 5000 نفر هر جا برسه، این همینطور شوخی نیست، 5000 نفر آدم جمع کردن. 500 نفر هم باشه با چندین پرچم رنگارنگ، هم شکل دموکراتیکشون نشون میده و هم اون حالت همبستگی متقابل براشون جالبه. چون در برابر مثلا کمیسیون یا پارلمان اروپا وقتی که چندین پرچم در کنار همن، این بیشتر بهش توجه میکنن تا یه پرچم مشخصی هست اونجا، ولی این پرچم مشخص 2000 نفر هم پشتش قرار بگیرن، با یه چشم دیگه بهش نگاه میکنن. آره، میگن فقط یک جریان مشخصیه، سازماندهی سراسری کرده و خودش آمده. این دیگه برنامه ریزیاش طوری ریخته بشه که ببینیم هم این مسئله تومار جمع کردن مثلا با 50,000 یا 100,000 امضا که تمام جنایات مترقی و افراد مترقی امضا کنن، این میتونه تو یه فرصت 2-3 ماه هم براش گذاشت که برسه دست تمام ارگانهای جهانی، سازمان ملل، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، هیومن رایتس واچ، امنستی، همه برای همه بفرستی. اون میتونه 1 ماه 2 ماه 3 ماه طول بکشه، مهم نیست. ولی تظاهراتی مثلا ریخته بشه در 2 هفته آینده، 3 هفته آینده، این بد نیست. به هر حال با دوستانتون، با رفقا، با تشکیلات احزابتون در این زمینه حرف بزنید، با همه که در جریان باشن. چرا نه؟ چیز بدی نیست اگه جا به جا بشه. مسئله خوبه. اگه گفتی نخستین تأثیر تاریخی این جنبه تاریخی سیاسی این چی میتونه باشه؟ این بیانیه نخستین همکاری احزاب و سازمان سیاسی تو این 40 سال هم میشه که همه با هم. آره، این میشه خودش یه مقدمه اتحاد سیاسی باشه. تمام ذهنیت من روی اینه، میگه همه جریان به نظر من با اندکی پذیرش متقابل همدیگر، با همه جریانات سیاسی میتونن به نسبیتی از همکاری‌های عملی با هم قدم برن، بجز جریان اونی که نمایندگی خارج کشور جمهوری اسلامی داره، شاه پرستا. به علاوه اینکه نیک جان همه هم سمپاتی زاهدان رو به خوبی در ژرفای دل دارن، یعنی همه هم برای این اهمیت قائلن. یعنی تظاهرات جمعه زاهدان رو همه نیروهای سیاسی در دلشون نشسته، همه میدونن که خیلی مثمر ثمره، همه میدونن که ادامه انقلابه و همه میدونن که باید کمکش کنن. یعنی خیلی خیزش خوبیه برای اتحاد، خیلی خوب. دقیقاً یه کار عملی، یه کار عملی اینجا میشه که اون موقع دیگه فرا ایدئولوژیکی و فرا حزبی میشه، تبدیل میشه به یک حمایتی از اون نگاه به سوی آزادی، اون نگاه به سوی مدنیت و آزادی و فضای باز سیاسی که خودش همیشه در شکل جمعی میتونه وسعت ببخشه. چون بله. پس نظرت چیه که اگه من تیتر رو عوض بکنم فراخوان احزاب در حمایت از جمعه های انقلاب زاهدان؟ خیلی بهتره، خیلی مناسب تره. آره. ما حالا طرحش میکنیم، حالا احزاب میکنن، یعنی ما می‌نویسیم فراخوان اصلا میدونم تأثیر فراخوان احزاب و سازمان های سیاسی در حمایت از جمعه های زاهدان، اینجوری بگذارمش. فراخوان سراسری احزاب و جریانات آره.
آره در حمایت از جامعه های زاهدان. بله مثلا این اینو فکر من خوبیه. عوض میکنم میام بعد از 5 دقیقه شما بیایید تو روم باشه. جانم من اینو عوض میکنم روم دوباره باز میکنم شما بعد از 5 دقیقه بیایید تو روم. حالا چشم میشم سعی میکنم. آره حالا ببینم اگه بتونم عوضش کنم همینجوری که هستید عوضش میکنم، ولی اگه نتونستم همین کارو میکنم. یا اینو بذار یه خورده مردم استراحت کنن چون بسیار هم طولانی بشه خسته کننده و یک نواخته و خیلی مثلا خیلی بچه‌ها اصلا جای دیگه هم درخواستشون میکنن که برن تو فران رام آره برنامه. آره باشه اصلا بازش میکنم برای ساعت 9. ما آریتر 9 تا 11 کار آره کنیم. 9 حالا تا هر وقت نشستن. آره آره میشه، چرا نه. باشه پس الان ببندمش بزنمش تو برای 9 نه. به نظر من بهتره، هم استراحتی هم باشه. میدونی مثلا اینه وقتی که خیلی از این برای مثلا ما اینجا یه چیزی داریم، یه تجربه داریم. وقتی مثلا مردم میرن برای کار ترجمه میگن هر بعد از 50 دقیقه یک ساعت یه استراحتی میدن 10-15 دقیقه که اون تمرکز حواس از بین نره. یعنی برنامه بیشتر شکل فشرده‌ای داشته باشه که همه استفاده کنن ازش تا اینکه مثلا طولانی میشه ساعت‌ها خسته کننده و یک نواخت میشه. بعد کاملا خیلی از مردم هم کارهای مختلفی دارن، یعنی کاملا آره یا مریض دارم مثلا من خودم مشکل دارم چشمام، هم خانم مریض حال بیچاره. آره بعد برنامه دیگه آخه بچهای کرد دعوت میکنن، بچهای دیگه جیگرت دعوت برم میکنن. من که تو چقدر نیکی. حقیقتا شما هر دوتا ناماتون چقدر قشنگ گذاشتید مادر پدرتون. برای شما گذاشته نیک، برای البزام گذاشته یکتا. الحق اون یکتاست و شما هم نیک. خداییش عجیبه، روزگار عجب بر میگذاره نگاه. به هر حال این سپاسگزاریم و این طبیعت چیزه زج کشیده ها میدونن درد زندگی کجاست. آره این خود شما بسیار خوب خوب. میدونید. پس باشه بعدمون ساعت 9. پس بعدمون سر ساعت 9. اوکی بهتره. آره باشه من, قربان من شما. این توصیه منه واقعا به بچهای دیگه میگم، نه تنها شما جناب دادیار گرامی، به خیلی بچهای ما هم هستن روم میذارن، بچهای کو در سوژه های مختلف هستن 250 نفر، بعد میبینی وقتی طولانی میشه یه 350 نفر دیگه میرن چون خسته شدن، متوجهی؟ چون برنامه‌های دیگه دارن، باید برن غذا بخورن، مثلا مطالعه دارن، آره تلفنی دارن، دقیقاً تو برنامه دیگه باید گوش بدن. یا وقتی که زیاد طولانی میشه حالت یک نواخت و خسته کننده میتونه پیدا کنه. همین. درسته کاملا. دیشب ما رومی داشتیم خیلی خوب رومی بود، تقریبا 1000 نفر اومده بودن، خیلی خوب بود. شما هم حتما روم خوبی داشتید اون شب. دیشب بله گفتید بس داره. برنامه خوبی بود به خاطر عنوان همبستگی با بلوچستان. برای عالی بوده واقعا. خواستم بجای یه که سلامی بدم بعد بگم این چتاتون رو چک کنین چون دشنام می نویسن، بعد آدم میاد که خبرها رو گوش بده اینا رو یکی باشه که حذفش کنه، خیلی بده. نمیدونم شما یه تذکری خودتون بدید به کسانی که اونجا من دشنام. زیاد وارد به این کنترل چتمت ها نیستم، ولی به نظر من از نظر من اصلا بذاری بدن خدایی. اصلا این چت رو اصلا نگاه نکنیم اصلا، مگر اینکه یه من چیز مهمی برای باشه. خبرای سراوان اینا نگاه میکردم، یعنی اوکی. برای دیروزم اون اتاقتون، سلام به همه دوستان، ببخشید یادم رفت، دیروزم اتاقتون سر اون خبر سراوان خیلی پرشور بود، خیلی من خیلی استفاده کردم، خیلی ها اومدن با افکار مختلف تو اتاقتون و من استفاده کردم. دیروز بود فکر کنم، خیلی پربار بود اتاقتون. تشکر. من نمیدونم سلام دادم ولی خیلی عصبانی میشم از کسای بیکاری که راه آخوندار فاشیستار اینجا ادامه میدن. همون لومپن بازی که اونجا تو خیابونا در می آوردن. بابا یک دونه کلاب هاوس بذارید برای ما دیگه، همه ایرانو بلعیدن خجالت نمیکشن. یک دونه کلاب هاوس ما داریم، همه سرزمینمون خوردین چاپیدین رفتیم، بذاریم ما توی کلاب هاوس راحت باشیم. ببخشید ها، ببخشید. نه خوش اومدی، خوب کاری کردی، فیس بردیم، ولی طبیعی رژیم و
سگای برون مرزیش همیشه اینا مأموریت بهشون میدن که مثلا بیان کلاب هاوس به هم بزنن، به شخصیت ها بی احترام میکنن، کلمات لومپنی و رکیک استفاده کنیم. طبیعی دیگه آشنایی به این عملکردشون. فاشیستا معیار اخلاقی ندارن متاسفانه. خب شکر خدا که این کیسه فحشگیری من دیگه پر شده، جای هیچی نداره، هرچی میدم میریزه بیرون. من یک خورده رو پاک کردم برای منم. الان دیدم این اوکی. خانم راست میگه، کلی فوش دادن. آره باشه امیر جان، پس ملاقاتمون ساعت 9 شب به وقت اروپا. من یه موضوع بالاخره جدید انقلاب از بلوچستان و کردستان شروع خواهد شد. بله انقلاب این آتشی بار از حاشیه است دیگه، مرکز ست انقلاب کرد، این ناکام دفعه موند. بله این دفعه دیگه قرار از اونجا شروع شه. درود بر آره، بلوچستان. مرکز رفوزه شد، هم در مشروطه، هم در 32، هم در بهمن. الان دیگه حاشیه به دست گرفته. پرچم حاشیه پیروز میشه چون دست زنا داده، دست مادران داده که دلسوزترینن. جدی این زنازاده ها که فوش میدن هیچ کسی دستی رو نگرفته. این حرومزاده ها میتونن بیان بالا حرفشون بزنن. چرا فوش میدن؟ چرا پاچه گیری واسه چی پاچه مردم رو گاز میگیرن مثل آره سگ سگن دیگه، سگ. جنس. آره ما البته یه نوع کاش که سگ سگ بودن، سگا مهربانن خداییش. ما یه نوع سگ داریم تو کردستان بهش میگن کنگال. سگ سگ هار. نه سگ پشته یه منطقه است تو جنوب کردستان. این سگا خیلی دیدم، یعنی دیدم با شیر و پلنگم طرفه. اینا پاچه همه گاز میگیرن اگر کسی رو نشناسه. اینم اینجور واسه چی حروم زده فوش میدی؟ خب بیا بالا نظرتو بگو. اون موقع یکی اومده بود به نام چیز پرویز بود، کی بود این آقا؟ یه چیز رو به دام انداخته بود، نمیتونست در عادش بر نمی اومد دقیقتا. این همه همون که زور من مزاحم. گذاشتم حرف بزنه نه. این چی بود داره آقای ادمین ما چی اسمش بود که رفت نمیدونم فرخ. از عهدهش بر نمی اومد. میگفت بیاد دست نشون آره. کن تو اگر راست میگی. ظلمه که تو میگی کدومه؟ آقا حروم زاده 3 تا 4 تا استانی که کرد توش زندگی میکنن بودجه نصف بودجه اصفهانه. ظلم چیه دیگه ظلم چیه؟ تو میترسی از جونت، میترسی میگی که زبون تو مدارس تدریس بشه زبون من چیز میشه، ضرر میزنه به زبون من. حروم زاده میگه چرا تو آلمان مگه میذارن با لباس کردی برن تو مدرسه؟ آقا تخم حروم، تو مگه ما آلمانی هستیم؟ مگه ما تو آلمان پناهنده من؟ مگه شما میتونی تو آلمان با لباس کردی و نمیدونم بری تو مدرسه کردی صحبت کنی؟ زنا زاده. منطقه ما منطقه اجدادی ماست. قبل از اینکه شما نمیدونم از هند و کجا حمله بکنی بیای ما بودیم. ما تاریخ ما از تاریخ شما هم قدیمی تره. میگه چی؟ میگه تو آلمان مگه میذارن کردی صحبت کنه تو؟ آره ما بچه همه کردی اینجا میخونن میرن مدرسه. 7 تا کودک میتونن تقاضای معلم بکنن تو هر جای. این نمیدونم تمام کشورهای اروپا مثل همن. ما میلیون انسان زبونمون نمازمون گرفتن، فرهنگمون از میگه کی به یعنی کی ممنوع کرده لباس کردی تو دیوان داره؟ احمق نادان. دیوان داره 99% کرده. اون کسی که اونجاست اجنبیه، اومده یا سرکوبگره یا پاسداره یا بسیجه یا نماینده امامه. حروم زاده. به اینا باید واقعا من میمون داشتم نمیتونستم حرف بزنم مثل خودشون. باید نه جدی میگم باید با زبون خودشون. نگاه کن چه فوشای رقیق نوشته. نه جدی آقای از این خانم درست میگه. یه فوشای من پاک کردم یعنی با خواهر و مادرم رحم نکردن. خواهر من چه گناهی کرده؟ نعلتی تو به من فوش بده، با من طرفی. خواهر من مگه سیاسیه؟ مگه اومده تو امیر زندگی
جانم کاکا میرینا آموزش میدن. گفتم من قبلا اشاره گفتم اینا یه تعدادی نفرات کادر ایدئولوژیکی فاشیست دارن، از اون بارا کادر ایدئولوژیکی، بعد اینا هم که میفرستن برای فحش دادن و بدوی را لومپنیسم. اینا لشکر سیاه سابزمان و نژاد خالص رضا شاه و بعد خمینی در دستش هستن. اینا 98 سال 4 نسل 1% از این لومپنا رو آموزش دادن. یه چیز عجیب، یعنی چنان هم بهش دادن که هیچ گونه معیار اخلاقی ندارن. یعنی فرهنگشان در مالامال پر از لومپنی و عدم حداقل‌ها و نرم‌های انسانیه. طرف فقط یه حیوان دوپاییه، منتها یه حیوان دوپاییه که قدرت بیان داره دیگه. اینه که میاد بدون هیچ رو در بایستی بهش مأموریت دادن که در واقع باید بری، چون خودت هیچی نداری باید بری ترور شخصیت افراد رو به عنوان یک برنامه رو این طیف لومپنش رو میسپارن. اینا بخششون که وقتی میان تو کلاب هاوس و جاهای دیگه هزار تا بد و بیرا میگن، اینا آموزش دیدن توضیح از اون سگهای هار دستگاه رضاشاهی و حزب اللهی هستن. یعنی اینا مکمل همن، فقط الفاظشون میتونه فرق کنه. آره مواظب باشه. اینی که من خیلی وقتا در خیلی جاها گفتم وقتی این افراد میان سریع بشنوید، تیز باشی، بیش از اون حدی که حقشونه میدان بهشون ندی که حرف بزنن. و یعنی در بهترین شرایط اینا سعی میکنن بخش زیادی از وقت برنامه ها رو به هم بگیرن یا به هم بزنن و در وقتی که موفق نمیشن میبینن که دیگه زود لو میرن، اونجا شروع میکنه به فحاشی و لومپنیزم و کلمات رکیک و تمام چیزایی که انسان سالم از تکرارش هم واقعا عاجزه. یعنی همیشه افکار فاشیستی پسترین نوع آدم نماها رو پرورش میده برای این روزها که بیا مثلا به همه چیز انسان ها توهین کنن. اینا آموزش دیدن، این همینطور، یعنی اتفاقی نیست. آره یعنی بخش خیلی از این افرادی هستن که پول میگیرن هم از خزانه شاه و هم از خزانه شیخ. آره همین امیر جا باید ببخشید. خب ببخشید قبل از ایشون اینکه صحبتم کرد. حذفشون کنین اینا رو بهشون بگین بعد حذف کنین، چون باشه بشنوه همین صحبت‌های قشنگی که هم علیرضا کرد هم شما کردین، اینا رو بگین که بشنون بعد حذفشون کنین. اگر بعد از ایدی اول حذف نکن، چون دیگه نیست، دیگه نمیشنوه. باید خود بیشرفش بشنوه، خود بیشرفش که اونجا وایستاده بشنوه، بعد بندازینش بیرون. چون وقتی اینجوری داریم برای خودمون میگید، یعنی الان صحبت های علیرضا شما قشنگ حسابش برسید، بعدی که صحبت یعنی اگه دفعه دیگه اومد اول حذف نکنی. الان نبود، من آمدم فقط ببینم باز سروان خبری، خوشحال بشم دیدم، میخواستم خبرها رو ببینم، چت رو برای همین چک کردم. ما ساعت 9 باز خدمت میرسیم. فعلا بله بله، بعد به امید دیدار ساعت 9 با یک موضوع خوبی که برکت‌سا بشه و تأثیری داشته باشه. بسیار سپاسگزارم. پس نیک جان، امیر جان، فعلا خدا نگهدار. سرکار خانم جای گل. خوش به حالتون. من ساعت 9 باید لیلی کنم، فردا اوکی ساعت 5 باید بیدار شم. جدی اوکی، قربانت. خوش بخوابی قربانت. مرسی، ممنون. شبتون خوش.